تمرین بعدی رایج‌تره و خیلی از آدما انجامش میدن. میگن که نیاز نیست حتما خیلی عالی باشین. آدمایی که به یک جایی رسیدن، توی یه لول خوبی هستن، از اول توی همین لول شروع نکردن. اگر راجع به ویدیوهای یوتیوب صحبت بکنیم بهتره که برین اوایل کانالشون رو ببینید. درسته الان خیلی همه چیز پیشرفت کرده و احتمالاً آدما خیلی دارن حرفه‌ای‌تر شروع میکنن. به طور مثال من آنلاین شاپمو خیلی خوب شروع کردم. دیزاین و بک‌گراندم همه چیز آماده بود و من با کیفیت و کوالیتی خوبی شروع کردم. ولی برای یوتیوبم چون اون امکانات رو نداشتم خودم محدود نکردم. با همین امکاناتی که دارم شروع کردم. نمیخواد مقایسه کنی، این کارو نکن. مقایسه باعث میشه که یک سال دیگه هم از دست بدی. همین الان شروع کن. تمرین بعدی کنترل مقایسه گریه. مقایسه نکن. فقط چیزهایی رو مقایسه کن که در توانت هست بهترش کن. مایک 20 میلیونی رو اگر الان نمیتونی تهیه کنی نکن. اگر بودجهشو داری حالا برو مقایسه کن کدوم بهتره، چی بهتره تهیه کن. مقایسه بجا انجام بده. تمرین بعدی مراقبت از خودت. یعنی چی؟ یعنی که ممکنه توی مسیری که قرار میگیری هزار مدل آدم به پستت بخورن که بعضیاشون واقعا تجربه دارن، آدمایی که توی مسیر بودن، میشناسن مسیر رو و بهت یه سری حرفایی میزنن که ممکنه برات درس بشه، ممکنه بهت یاد بده، ممکنه پس ناراحتت کنه. که من غالبا میبینم آدم‌هایی که توی یک مسیری به یک موفقیتی رسیدن برنمیگردن شروع کنن به آدمایی که تازه شروع کردن چیزی بگن. انرژی‌های منفی از سمت کسایی میاد که خودشون نشستن و کار خاصی نمیکنن. در جریان این موضوع باش که چه کسایی قراره بهت حمله کنن و مراقبت کردن از خودت رو یاد بگیر. این تمرین‌ها رو داشته باش. من سعی کردم خیلی خلاصه و مفید بهتون بگم. امیدوارم که نتیجه خیلی مثبتی بگیرید.